ماشین برقی بخریم یا نخریم؟ نکات مثبتش بی سر و صداست، معمولا لنتش 4 برابر دیرتر از ماشین بنزینی تموم میشه. تو صف بنزین وای نمیستی، شبا میزنیش به شارژ. تعویض روغن، کاتالیزور، شم و 1000 تا قطعه موتوریو نداری. کلا 2 تا فیلتر رو ضد یخشه که بعد عوض شه. شتابش عالیه، فضاش هم بیشتره چون موتور بنزینیو نداره. از همه مهمتر آلایندگیشه که خیلی کمتر از بنزین و گازوئیله. اما نکات منفیش، اگه بهت میگن 450 کیلومتر بردشه، رو نصفش حساب کن. سربالایی یا بخاری گرفتن، کولر، تعداد کسایی که توش نشستن، حتی وزش باد رو بردش تاثیر داره. پس واسه مسافت تهران تا شمال حتما باید یه ایستگاه وایس و 1.5 ساعت وایسی تا فول شارژ بشه، تا اگه کسی قبل تو اونجا نباشه. برد خودرو به مرور زمان بعد از 7-8 سال کم میشه که اون موقع بعد باتری رو عوض کنی که قیمت باتریشون از 1 میلیارد تا 3 میلیارد. اگه فقط تو شهر و حومه شهر خودت حرکت میکنی، درگیر مکانیکی و بنزین و اینا هم نمیخوای بشی، پول باتری هم برات مهم نیست و نگران محیط زیستی، این ماشین همونیه که میخوای. ولی اگه مسافتای دور میری، قیمت باتری هم واسط منطقی نیست، حال صرف کردن 1-2 ساعته جایگاه هم نداری، ماشین برقی نخر.